هیچی رو به خودت نگیر. اگر یه نفر همین الان بهت گفت تو چقدر احمقی، اون در واقع داره احمقی خودشو به تو نسبت میده و هیچ ربطی به تو نداره. حتی اگر یه نفر همین الان بهت گفت تو چقدر خوبی، بازم هیچ ربطی به تو نداره. چرا؟ به قول شیخ بهایی، آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست، آن کس که مرا گفت نکو خود نیکوست. آدما وقتی حالشون خوبه ازت تعریف میکنن و وقتی حالشون بده ازت انتقاد میکنن و هر دوی اینا هیچ ربطی به تو نداره. آدما دارن درونیات خودشون رو به تو نسبت میدن. آدما تو دنیای درونی خودشون با خودشون درگیرن، نه با تو. و وقتی تو خودتو دوست داری، خودتو قبول داری، خودتو پذیرفتی، هیچ وقت نه از تعریف دیگران جوگیر میشی و نه از تحقیر اونا دلگیر میشی، چون متوجه شدی که تو خوبی، ارزشمندی و هیچ چیزی هیچ وقت هیچ ربطی به تو نداره.